با سلام حضور سروران ارجمند، فرهیختگان کسب و کار، مشاورین بازاریابی، فعالین کسب و کار، دانشمندان، دانشجویان اساتید و عزیزانی که در کسب و کار و تولید کالا و خدمات مشغولند. ادامه روند ما ماندگاری در کسب و کار و رقابت با رقیبان هستند. کسب و کار ما یکی از رقیبان اصلی کسب و کار در تحلیل محیط خارجی یا همان پستل، همان تکنولوژی یا فناوری است. امروز دیگه فناوری روند پیشرفتش خیلی پرشتاب شده. مطالعه موردی ما ماندگاری فوجی در کسب و کار و آسیب دیدن یک سری از صنوف همسو با بحث‌های عکس و فیلم برداری است. یک سری از کسب و کارها بازار را به فوجی واگذار کردند. چرا؟ چون فوجی انعطاف پذیری کسب و کار یعنی تکنولوژی دیجیتال را در فرایند کسب و کار رعایت نمود. یعنی کسب و کار خودش را با روند پیشرفت تکنولوژی هماهنگ کرد. ما قبلا دوربین‌های 135 24 12 و 36 تایی داشتیم. با ورود رم‌ها به بازار دوربین‌های عکاسی با کسادی روبرو شد. ولی تنها کسب و کاری که با این فرایند خودش را تطبیق داد و انعطاف پذیری به خرج داد فوجی بود که با این فرایند و ترفیق رم و عکس برداری و کیفیت دوربین‌ها این فرایند باعث شد که در بازار ماندگار و کل بازار دیجیتال اون موقع در بحث عکاسی و دوربین و تصویربرداری و فیلمبرداری را تصاحب کند. برای ماندگاری باید فانوس دریای خودمان را همیشه فعال و به روز نگه داریم و بهش توجه کنیم که روندها، شرایط نزدیک و دور که تاثیرگذار در کسب و کار ما هستن کدام روند هاست که ما میگیم مود سواری روند باعث افزایش فروش و ماندگاری کسب و کارها و تاب آور بودن کسب کارها میشه. از اینکه این ویدیو را هم تماشا کردین و با لایک و کامنت موضوع به هم افزایی این ویدیو و مطالب ما میشین سپاسگزار.